درود بر لشکر مخی. امروز اومدیم یه ویدیو گذاشتم که بیام فقط شفاف سازی کنم و تغییراتی که قراره داخل ویدیو شورتا انجام بشه رو در موردش بهتون توضیح بدم. ببین، من با یه دونه یوتیوبر تازه کاری که اسمش آیو ماینکرافته که عکسش الان روی صفحه میاد، من با این یه دونه دیس و دیسلایک داشتم. حالا این دیسلایک کجا شروع شد؟ از اونجایی شروع شد که داخل ویدیو خودش مجبور شد زنگ بزنه به من و منو مسخره کنه. منم تصمیم گرفتم یه چالش بهش بدم که اون چالش این بود که باید از 200 بلاکی کلاچ بتونی انجام بدی با واتر باکت، که اون همون نندی که دارید میبینید اینجوری باخت و من هم قوی تر برگشتم و یه ویدیو گذاشتم و اینجوری سعی کردم کلاچ کنم و موفقم شدم و کلاچمو به درستی انجام دادم و براش بعد کری خوندم و گفتم تو نمیتونی این کار انجام بدی و دیس و دیسلایک های ما از اینجا شروع شد تا وقتی که یه پیام از آریو همین چند روز پیش دریافت کردم. داخل اون پیام گفته بود که باید بیایید همکاری کنیم. منم گفتم چرا که نه، بخاطر این بهشم گفتم بیا همکاری کنیم و در نهایت اومدم بگم که همکاری ما از این به بعد شروع میشه، من و ماینکرافت با آریو. تندکاری و ساب کن.